چندین راه حل برای نشتی کمتر مو. خب اولین راه حل، لایه ها رو نازک برمی‌داریم. دومین راه حل، مواد رو از وسط مو به سمت پایین میبریم و که نشتی کمتری داشته باشه. سومین راه حل، مو رو میبندیم و کناره های فویلمون رو قفل میکنیم. چهارمین راه حل، موادتون غلظتش نه خیلی شل باشه نه خیلی سفت باشه. و اما پنجمین نکته، هوای فویل رو کاملا بگیرید. خب حالا شما به من بگید چه راه حلایی بلدید، این زیر برام کامنت کنید. اگه آموزشامو دوست دارید با لایک و کامنتاتون خوشحالم کنید. مرسی.